خب الان در خدمت آقای اصلانی هستیم در مورد همون پلتفرمی که صحبت کردم در مورد تجربه مشتری. پیکاپک استارتاپ تو این زمینه هست و معرفی میکنن و کاربردش رو بهمون میگن. مرسی مرزا جان از ارائه خوبه. سلام میکنم همگی و خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین. ارزم باتون خیلی سریع میریم سراغ اصل مطلب و داستان پیکاپک. همونطور که رضا جان گفت، ما با هدف این که بیایم دیتا رو در اصل به صورت بینی جمع‌آوری بکنیم، آنالیز بکنیم، تحلیل کنیم، واگذار در بیاریم و در قالب ای سایت در اختیار برند ها قرار بدیم. در سال 1400 شروع کردیم در ایران راه اندازی کردن و خیلی 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 بحث احساس و اکسپریانس کانسیومر کار کردیم. خوشبختانه تا الان خب حدود 42,000 نفر یوزر روی پلتفرم ما رجیستر شدن که از بسم الله ابتدای کار ما حدود 30-40 تا سوال تارگت شده از دوستان و کاربران میپرسیم و در اصل ویژگی های شخصیشون، پوستشون، موهاشون، رفتار مصرفشون در اصل ازشون سوال میکنیم و اینا تو دیتابیس ما جمع آوری میشن است. و از طرف دیگه برند هایی که میخوان کالاهاشون با چند هدف پروموت بکنن در اصل در بازار ارائه بدن رو میگیم کالاهاشون با سیستم با استفاده از ابزارهایی که خود صدای بنده هست. بله هستش. بله. حتی اینترنت هم در کشور چالشیه. من عذرخواهی میکنم. عرضم حضورتون که این دیتاها جمع میشه، کالاها در اصل دلیور میشن در نقاط گسترده‌ای در کشور و یوزرهایی که اون برندها خواستن و در نتیجه باعث گیمیفیکیشن ما شروع می‌کنیم به گدرینگ دیتا و اون قسمت پاکسازی و تحلیل و اینسایت. من اینجا میخوام این داشبوردی که تمام اتفاقایی که بهزاد جان توضیح دادن در خصوص بحث مارکتینگ در اینجا با رویکرد سامپلینگ بگم که این تمام اینایی که صحبت کردیم در عمل به اتفاق افتاده. اینجا ما این داشبورد نمونه‌ای داریم که یک برنده هست و اینجا می‌خوایم در موردش توضیح بدیم که ببینیم چه اتفاقی افتاده. من تصویرم رو قطع میکنم که شاید بهتر باشه. الان صدا خوبه؟ بهتره؟ الان یه مقدار بهتر، ولی یه مقدار بریم سراغ داشبورد. ببینید اینجا یک برندی حالا تست الان ما دیتاش رو اینجا آوردیم. این داشبوردی که ما تحویل انجام برندیم که اومدن در مثلا سطح کشور تارگت کردن که این کالاشون باید پخش بشه بین یه افرادی، مثلا خانم‌های رنج سنی مثلا 18 تا 55 سالی با هر تارگتی که داشتن. و اینو قبلش توضیح بدم، اینجا به شدت روی هدف اون برند از برای این کمپین برام مهمه. صدای من مثل این دوستان میگن چالش داره، الان صدا چالش داره بچه‌ها یا خوبه دیگه؟ اینترنت صداتون مقداری ضعیفه. صدا بله قطع و وصل میشه یک کمی و تصویرتون هم الان بهتره؟ بار صحبت می‌فرمایید. نه متاسفانه مقدار ضعیفه ولی تصویرتون هم ما نداریم، تصویر صفحه رو نداریم. اگر فکر می‌کنید خوبه من بدم بسم اینجا. نه متاسفانه تصویر صفحه هست قلیه تصویر صفحه رو الان من میبینم. میگم که کلا به خاطر وضعیت اینترنت وضعیت درست. بله بله. خب میخواید ادامه بفرمایید حالا. خب الان خوب بسیم بله الان بفرمایید. بسیار ارزم مثلا هدفشون متفاوته بچه‌ها. یا برندها میخوان اورنس ایجاد بکنن که اون با روش انجام سامپلینگ متفاوته، یا اورنس پروموشن با همه، یا میخوان آرندی بکنن محصولاتشون که تازه میخوان تولید بکنن و اینا با توجه به اهداف برند به صورت تارگت شده کمپین تعریف میشه و اجرا میشه. این پروژه که به صورت کاملا لایو روی سیستم ما هست، یعنی طرف مثلا دارم میگم وقتی سامپلینگ اتفاق میفته اون یوزر کالا رو دریافت میکنه، تمام سیستم اتوماسیون داره و وصل به API لاجستیک
و شروع میکنه به ران کردن این بازی‌ها برای یوزرها. یوزرها میان بعد از اینکه کار مصرف میکنن و اون تجربه رو کسب میکنن، میفتن تو لوپ این که سروی بکنن و نظراتشون رو بدن در مورد سوالاتی که برند براش مهمه. اینجا به صورت لایو اینو مثلا میگم طرف این آدمایی که کل کشور نظرشون کنن با یه فاصله 1-2 ساعته به دلیل امنیتی بحث دیتابیس اینجا میتونه مدیر برند ببینه دیتاشو. دیتابیس پایپلاین هم توی وارهاوسینگ دیتابیس وجود داره که تمیز میکنه، یعنی آدمایی که حالا به عنوان مثال وقتی یه چیزی رو اندازه‌گیری میکنیم اگه طرف خیلی با فاصله کمی اومد مثلا پاسخ داد، این یه خود از ولیدیتی دیتا کم میکنه و بعد از اینکه از این پایپلاین رد شد میاد روی این داشبورد قرار میگیره. مثلا اینجا دیتا نمونه ما تو کمپین‌های مختلف هم اون برند میتونه با هم کامپیر بکنه و دیتاش رو ببینه. اینجا میتونه ببینه که در اصل دیتاها بهش نشون میده که چقدر از کالاها دلیور شدن و اینجا این روش نوین داره به برندها کمک میکنه که دست از هدر رفت سامپلشون هم جلوگیری بشه. در قدیم مثلا اگر 20,000 تا سامپل میدادن فروشگاه‌های در نقاط فروش، مشخص نبود واقعا این 20,000 کالا به دست یوزرها میرسه یا نمیرسه. ولی الان توی این روش جدید که ما داریم روی پلتفرم میتونن راحت و کامل ببینن که در اصل کالاها به دستشون رسیده و چجوری رسیده و در کدوم نقاط کشور رسیده. این موضوعی هست که اینجا ما حل میکنیم برای در اصل برندها و بهشون اجازه میدیم که بتونن آمارشون رو دقیق ببینن. در آیتم بعدی که ما میتونیم به برندها دست آمار بدیم اون بحث نظرسنجی. شما با من نمونه ببینید اینجا این داشبورد رو خیلی راحت کمپین انتخاب میشه، کالا انتخاب میشه و همینجا میتونن در اصل دیتا ها رو فیلتر بکنن، مثلا رنج‌های سنی مختلف رو دیتاشو ببینن در استان‌های مختلفی که ارسال شده، وضعیت تحول، جنسیت و این دیتا به صورت کاملا کلین شده برندها میتونن ببینن. در یک قسمت دیگه داشبورد ما به صورت دیتیل تر دیتا رو بهشون میدیم، مثلا این سوالاتی که در حوزه نظرسنجیشون خواستن بدونن رو میایم فیلتر میکنیم و به صورت خیلی دیتیل میتونن پاسخ رو ببینن و درصد مشارکت کننده ها و چه شکلی پاسخ دادن ببینن. توی این داشبورد ما سعی کردیم که در اصل تمام اون دیتا ها که در کمترین زمان ممکن، یکی از خاصیت‌های پیکاپک اینه که وقتی شما اگر تو کمپین سنتی نگاه بکنین و بحث‌های تحقیقات بازها جمع کردن یه همچین دیتای دیگه فکر می‌کنم دیگه زیر 6 ماه نباشه با این حجم. مثلا کمپین ما الان 20,000 تا 30,000 تا 40,000 نفر و این دیتاها در کمترین زمان ممکن اینجا جمع‌آوری میشن، تحلیل میشن و تحویل برندها میشن. یه استپ بعدی ما داریم که اونجا بحث هوش مصنوعی ما در اصل وارد بازی میشه که اونا میخوام از دکتر عزیز که بعد از صحبت من زحمت بکشن و اون قسمت رو براتون توضیح بدم. بله این داشبورد اختصاصی برای هر برند و در پنل خود برند، یعنی ما اینو هر برندی جداگونه این پنل رو بهش میدیم دسترسی و تمام دیتا ها رو میتونه اینجا ببینه، آنالیز کنه و ببره سمت مارکتینگ و تحقیقات بازارش. ROI این بیزنس خیلی برای برندها در اوکی، یعنی ریترن آف اینوستمنتی که میذارن در یک حرکت در از بحث مارکتینگ، تحقیقات بازار و پروموشنشون رو با یک کمپین میتونن انجام بدن. این با پاور بی آی نیست، نه خیلی داشبورد کاملا دیولپ شده خود پیکاپک و توسط انجین‌های خود پیکاپک داره تحلیل میشه. من اگر سوالی هست بهت جان دوستان بپرسن، اگر نه خیلی حال بریم سمت های دکتر که بحث هوش مصنوعی پلتفرم به دوستان بگن و من در خدمتشون هستم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. خوشحالم که امروز در کنارتون هستم.
ببخشید که من صدام به این شکل خیلی تلاش کردم که صدام برگرده تا اینجا، ولی متاسفانه به دلیل کسالت صدام یه مقدار خش داره، ممکنه اذیتتون کنه، ببخشید. ما توی چند دقیقه‌ای که هستیم قرار هستش که راجع به کاری که توی پیکاپک توی حوزه هوش مصنوعی انجام میدیم صحبت بکنیم و بخوایم کمی از اون امکانات رو براتون معرفی کنیم، ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اجازه بدید من تصویر صفحه‌ام رو شیر بکنم که خدمتتون عرض کنم. خب اوکی. بله، هم صداتون هست هم تصویر سیستمتون. خب خدا رو شکر، مرسی. خب دوستان، میخوایم یکم راجع به فعالیتی که توی هوش مصنوعی پیکاپک انجام میدیم صحبت بکنیم. اینکه ما امروز اگر به طور کلی اگر میخوایم از هوش مصنوعی توی یک شرکت استفاده بکنیم، که این شرکت بزرگه، چه استارتاپه، یا اینکه یک ایده‌ای داریم که میخوایم اون رو به سرانجام برسونیم، به صورت کلی میتونیم بگیم که هوش مصنوعی میتونه برای ما به عنوان یک ویژگی اصلی کسب و کارمون باشه یا به عنوان یک ویژگی هسته‌ای کسب و کارمون باشه. پس میتونه به عنوان یک ویژگی هسته‌ای یا کور استفاده بشه. یعنی ویژگی هایی که فعالیت هایی که شما ازش استفاده کنین برای اینکه بتونید برسید به نقطه‌ای که از هوش مصنوعی برای بهبود کار خودتون استفاده کنید. یا میتونه بره به سمتی که این به عنوان یک امکانات در اختیار افراد مختلف قرار بگیره. ما تو پیکاپک به هر جفت اینها داریم اهمیت میدیم و هر جفت اینها رو داریم توسعه میدیم و اتفاق خیلی خوبی هم تا الان افتاده. با توجه به رشد خیلی خوبی که توی یوزرها داشتیم، مطمئنا رشد یوزرها به ما کمک میکنه که اطلاعات بیشتری هم در اختیار داشته باشیم. حالا ویژگی هسته‌ای یعنی چی؟ عذرخواهی می‌کنم. اینکه ما چطور میتونیم از خود هوش مصنوعی، از ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ استفاده کنیم برای اینکه فعالیت خودمون رو بهتر بکنیم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که بیایم نگاه کنیم ببینیم که ما امروز یک فعالیت مهمی که داریم انجام میدیم اینه که ما یه سری دیتا داریم، یه سری یوزر داریم. پس ما یک سری اطلاعات کاربران رو داریم. این اطلاعات کاربرها میتونن اینها در جاهای مختلفی باشن. ما اطلاعات مکانی از اینها داریم، یه سری اطلاعات شخصیتی از اینها داریم، یه سری اطلاعات رفتاری از اینها داریم و غیره. تمام نکاتی که دوستان خدمتتون گفتن. اگر ما همه این اطلاعات رو داریم، یکی از کارهای مهمی که انجام میدیم این که بیایم یک سیستمی ایجاد کنیم که بر اساس این دیتاها بتونه تحلیل شکاف داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این سیستم بتونه تشخیص بده که ما کجا کمبود داده داریم. اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، میتونیم بریم فرایندی که ما قرار هستش تارگتینگ انجام بدیم و هدف گذاری انجام بدیم برای توسعه، اون رو بتونیم بهبود بدیم. پس یکی از فعالیتایی که انجام میدیم شکافت، این رو به عنوان یک فعالیت هسته‌ای داریم پیاده سازی میکنیم. یکی از کارهای دیگه‌ای که انجام میدیم، ما استفاده از این کاربرها، ما تو هر کمپینی که داریم اجرا میکنیم میایم از هر برند یه سری اطلاعات در مورد پرسوناش دریافت میکنیم. میگه مخاطب من یه همچین خصوصیاتی داره. یکی از فعالیت‌های مهمی که اجرا میشه یه سری الگوریتم هست که میاد اینها رو به هم دیگه مچ میکنه و میاد تشخیص میده که کدوم کاربر مناسب کدوم برنده، کدوم کاربر برای کدام کمپینه. پس یکی از کارهای مهم این الگوریتمه و یکی از در واقع نقاط قوت پیکاپک محسوب میشه. اینکه بتونه بر اساس اطلاعاتی که از در واقع برند دریافت میکنه بهترین در واقع مچینگ رو انجام بده و بهترین کاربرهایی که میتونن متناسب با این موضوع باشن رو بخواد انتخاب بکنه. اینا رو به عنوان ویژگی هسته‌ای داریم از AI توی اینها استفاده میکنیم. بخشیش رو خدمتتون میگم چون در کنار اینها تقریبا ما 3 تا پروژه در حال اجرا داریم که خب در حال آماده سازی هستند. ولی این 2 تا مهمتریناشه که توی عنوان ویژگی هسته‌ای استفاده میکنیم. ولی در کنارش بیایم این ور ببینیم ما چه امکاناتی توی حوزه هوش مصنوعی میتونیم داشته باشیم. اولین کار ما اینه که وقتی که یک برند به ما یک سری اطلاعاتی رو در میده، یه پرسونایی رو میده و میگه این پرسونا دقیقاً مخاطبیه که من میخوام.
هدف اینه که ما با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق و یادگیری ماشین، دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ استفاده کنیم و بتونیم به صورت معکوس بیایم به دست بیاریم ببینیم که کدام گروه مشتری متناسب با در واقع این برند. یعنی یه جوری ما داریم برعکس، بر اساس اینکه کدوم مشتری تونسته به نظرسنجی جواب بهتری بده، بیشتر از محصول راضی بوده، علاقه‌مندی بیشتری به خرید داشته، میتونه این پیش بینی رو داشته باشیم که این میتونه مشتری این کسب و کار باشه. پس بنابراین ما میتونیم برعکس بیایم به یک برند بهش یک بخشبندی و در نتیجه پرسونا ارائه بدیم و با استفاده از اون پرسونا بیایم ببینیم که چقدر پرسونای واقعی افراد میتونه تناسب داشته باشه با چیزی که اون برنده مد نظرش بوده. یه جورایی شاید یکی از تنها امکاناتی هستیم توی در واقع بازار ایران که میتونه تا این حد دقیق این اطلاعات رو در اختیار قرار بده. به خاطر اینکه در حالتی که مشتری داره یک سامپل رو راحت توی خونش داره تحلیل میکنه، داره بازش میکنه، استفاده میکنه، اون آدمه دلیلی به دروغ گفتن نداره. در حالی که خیلی وقتا توی کمپین هایی که من شاید از شاید 17-18 سال پیش اولین در واقع پروژه های سامپلینگ رو توی کشور اجرا کردم، ولی همیشه این موضوع بود وقتی که کاربر ما که داشت سامپلینگ رو به شیوه سنتی ارائه میداد، اون رو ارائه میداد به طرف، اطلاعاتی که در کرد واقعی نبود، نظر واقعی نبود، طرف یه چیزی میگفت و بعد میرفت یه کار دیگه انجام میداد. ولی اینجا دلیلی بر دروغ گفتن نداره. شما نمیایم از طرف به خاطر اینکه محصول رو دوست داره یا دوست نداره بیایم بهش امکاناتی رو در اختیار قرار بدیم. پس این نکته خیلی مهمیه اینجا. پس یکی از ویژگی ها ما یه جوری داریم سگمنتیشن برعکس داریم اینجا انجام میدیم برای مخاطب. یه کار دیگه که انجام میدیم، تمامی در واقع کمپین هایی که اجرا میشه، توی هر کمپین یک پیش بینی خواهیم داشت. یه پیش بینی خواهیم داشت از در واقع نرخ مشارکت. میایم پیش بینی میکنیم که اگر این کمپین رو قرار بدیم چقدر مخاطبان میان توی نظرسنجی شرکت میکنن، چقدر علاقه‌مندی دارن و میایم پیش بینی رو انجام میدیم با استفاده از باز الگوریتم‌های یادگیری ماشین. وقتی نرخ مشارکت در بیاد، میایم اون نرخ مشارکت دلایل پیشرفتش یا دلایلی که به اون نرسیدیم رو میسنجیم. بر اساس این دلایل میایم پیدا میکنیم که چطور میتونیم کمپین رو بهبودش بدیم، چطور کمپین بهبود داده بشه. توی اون در واقع کرم مدیریت دانشی که آقای عرفانیان ارائه داد، اینکه ما خیلی داده رو در اختیار دارن، اطلاعات هم قابل تحلیله، دانش هم جالبه، بینش هم مهمه. هدف ما اینه که بیایم در واقع برسیم به اینجا که این رو توسعه بدیم، به سمتی بریم که ما بتونیم بینش بهتری رو توی کارمون ایجاد بکنیم و بر اساس این بینش بتونیم در نهایت کمپین ها رو توسعه بدیم. پس این میتونه ما کمک کنه توی هر کمپین بخوایم از کمپین بعدی بهتر باشیم و کار بکنیم. این یک از ویژگی مهمیه که میتونیم ازش استفاده کنیم توی سیستم های هوش مصنوعی. ولی یه کار منحصر به فردی که انجام دادیم، من به عنوان کسی که تا الان توی برندهای مختلفی به عنوان مدیر بازاریابی یا مدیر فروش فعالیت کردم، ما خیلی وقتا این چالش رو داریم و همیشه دوست داشتیم که بخوایم اطلاعات دریافت کنیم، داده محور باشیم و بیایم این رو در قالب گزارش‌های مختلفی ارائه بدیم و این گزارش‌ها رو بتونیم اثر بخشیش رو ببینیم و بسنجیم. یکی از مهمترین کاربردهایی که ما توی پیکاپک درست کردیم، ما یک سیستم گزارش‌دهی آنلاین گزارش‌دهی هوشمند درست کردیم. یک سیستم گزارش‌دهی هوشمند درست کردیم که بر اساس دیتاها، بر اساس تحلیل‌هایی که به دست آوردیم و اطلاعات اولیه‌ای که از برند درآوردیم، ما برای هر کمپینی که اجرا می‌کنیم میتونیم یک گزارش به صورت یک گزارش متنی در اختیارشون قرار بدیم. این گزارش متنی رو اون برند میتونه استفاده کنه برای اینکه تحلیل کاملی از در واقع فعالیت خودش داشته باشه. این گزارش‌دهی هوشمند باز هم جزو نقاط قوت پیکاپک محسوب میشه و باز نمونه‌ای توی در واقع کشور در مورد این وجود نداره که بر اساس این اطلاعات و با استفاده از هوش مصنوعی بتونه این گزارش‌دهی اجرا بشه. این بخشی از اتفاقایی بود که توی سیستم AI پیکاپک میفته و ما به سمت توسعهش میریم. البته گفتم من بخشیش رو براتون نوشتم،
و در واقع پروژه هایی که قرار توسعه پیدا بکنه مطمئنا تعدادش خیلی زیاده و کارهایی که قرار انجام بشه. حالا دوست دارم اگه سوالی کلا در مورد این موضوع، در مورد هوش مصنوعی، کاربردش و در واقع کاری که توی بازاریابی میتونید الان انجام بدید، خصوصا اینکه چطور میتونید بهبود تجربه مشتری داشته باشید رو بپرسید و بتونیم در این مورد با هم صحبت بکنیم. سوالی دارید دوستان؟ صدا نداریم؟ سلام از روی وایسه. صداتون هست دکتر؟ نه احتمالاً شاید میخوام با وایس سوالی بپرسن. بله. دسترسی بهشون بدین. اسمشون رو الان دارین؟ یه لحظه قطع شد پس صدا براتون. من کلی براتون حرف زدم، صدام قطع بود. پس سوالی دارید در مورد اینکه ما چطور میتونیم از این سیستم ها توی کار خودمون توی حوزه بازاریابی برگزار بکنیم؟ من این رو خدمتتون بگم که قرار هستش که این سلسله وبینارها ادامه داشته باشه و ما بتونیم اطلاعات بیشتری در موردش بذاریم و حتی بریم سراغ این که بستگی به نیاز شما بتونیم وارد پروژه های عملی بشیم، بتونیم با همدیگه دیتا تحلیل بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم خروجی مناسبی بگیریم. چه توی حوزه‌ای که ما امروز داریم مثلا یک حوزه مثل FMCG رو داریم پوشش میدیم، یا اینکه قرار هستش که بریم وارد حوزه‌های دیگه بشیم. از پاسخ شما و فیدبک شما میدید خب خیلی برای ما اثر بخشه که بتونیم بر اساس اون یه سری تغییراتی ارائه بدیم.